بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر شبکه نجم تیوی، امروز انشاءالله شرح احادیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را از کتاب باغ نکوکاران ادامه خواهیم داد. و امروز باب یکی از باب‌های مهم و یکی از مشکل‌هایی که امروز بسیار پهن شده است آن را معالجه می‌کنند و همون هم باشد مشکل ترس از غیر الله حق سبحانه و تعالی، گرفتار شدن به خوف از بندگان و اینچنین ترس و هراس از رزق و روزی. بسیاری از مردم امروز یا بسیاری از انسان‌هایی که دعوتگر هستند یا طالب علم هستند از غیر الله حق سبحانه و تعالی ترسشان بیشتر شده است، یا نمیدونم از باب احتیاط است، احتیاطشان به فکر بنده از حد زیاد است که این به ترس الله حق سبحانه و تعالی و یگانه از او حق سبحانه و تعالی ترسیدن و توکل کردن به ذات پاک الله حق سبحانه و تعالی خلل میرساند. امروز باب یقین و توکل کردن به الله حق سبحانه و تعالی است. برای چی امام نووی یقین و توکل را در یک باب ذکر کردند؟ زیرا اینکه یقین و ایمان آوردن به الله حق سبحانه و تعالی علاقه زیچ دارد با توکل کردن به او حق سبحانه و تعالی. چقدر که ایمان انسان، ایمان بنده و یقین بنده به الله حق سبحانه و تعالی بیشتر باشد، همانقدر توکل او به الله حق سبحانه و تعالی بیشتر و زیادتر میگردد. برای همین انشاءالله در آیات ها و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم که چقدر الله حق سبحانه و تعالی وقتی توکل را ذکر میکند ایمان را ذکر کرده است. الله حق سبحانه و تعالی در حق صحابه ها میفرماید: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. یعنی صحابگان را وصف نموده خداوند میگوید که آنهایی که برایشان مردم گفتند ان الناس قد جمعوا لكم، مشرکا گروه جمع شدند و بر ضد شما جنگ کردن آمدند. فزادهم ایمانا، بعد از شنیدن این سخن آنها برای ترسانیدن صحابگان گفتند، ولی صحابگان بعد از شنیدن این سخنها چی گفتند؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. الله حق سبحانه و تعالی برای ما کفایه کننده است و او بهترین یاور است، بهترین ذاتی که ما بر او توکل میکنیم. فزادهم ایمانا، ایمان آنها برعکس چی شد؟ زیاد شد. به جای اینکه آنها ترسند یا به قلب آنها، به دل آنها خوف جایگیر شود، برعکس ایمان آنها زیاد گشت و آنها گفتند حسبنا الله، الله برای ما کفایه کننده است. برای همین وقتی ما توکل را میشنویم، اول ذهن انسان توکل به چی می آید؟ توکل کردن به رزق و روزی و دیگر چیزها. از این هم بهترین توکل این توکل کردن در راه دعوت و توکل کردن بر ضد دشمنان الله حق سبحانه و تعالی. زیرا اینکه الله حق سبحانه و تعالی اگر چیزی را نخواهد آن چیز هرگز واقع نمی شود، و اگر الله حق سبحانه و تعالی چیزی را خواهد یگان مخلوق یا یگان نفر آن را اجرا کرده نمی تواند. و صحابگان که تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرفته بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید وقتی همراه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هجرت میکردند و در غار پنهان شده بودند، مشرکا تا نزد دری غار آمدند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند لو نظر احدهم تحت قدمیه لرآنا یا رسول الله، اگر یکی از آنها حاضر زیر پایش نگاه کند، نظر کند، ما را میبیند. گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب چی گفتند؟ لا تحزن، غمگین مشو، نترس ای ابوبکر،
ما بالک باثنین الله ثالثهما. شما چی فکر دارید دو نفری که ما دو نفر هستیم که الله ثالثهما، الله سیوم ما است، الله همراه ما است. بیایید حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را در این باب آغاز کنیم. این حدیث مبارک بسیار حدیث عجیب است که آن را عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کردند. هر باری که حدیث هایی که عبدالله ابن عباس روایت کردند من آن را قرائت میکنم خیلی تعجب میکنم. این جوانی که وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیث را برایشان میگفتند 9 ساله و 10 ساله بودند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم از این دنیا گذشتند و وفات کردند میگویند که عبدالله ابن عباس 13 ساله یا 15 ساله بودند. جوانهای امروزه ببینید صحابه ها چگونه بودند. ببینید عبدالله ابن عباس کوچک 1660 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود آنی که خردسال بود از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرد. امروز امت منتظر شما است جوانها. امت برای امت مثل عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و دیگر صحابگان نیاز دارد. خب عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند عرضت علی الامم، برای من امتان گذشته نشان داده شد، عرضه کرده شد. میگویند که در شرحش در خوابشان دیدند و خواب پیامبران چنانه که معلوم است حق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدند که امتان پیشینه برایشان نشان داده شد و پیامبری را دیدم، پیامبر میگویند که پیامبری را دیدم که همراه او 2 نفر یا 3 نفر بود و پیامبری را دیدم که همراهش یگان نفر نبود، یعنی پیروان نداشت. این بر چی دلالت میکند؟ این بر آن دلالت میکند که ما و شما وقتی در راه الله سبحانه و تعالی دعوت میکنیم هرگز ناامید نشویم. و این پیامبرانی که همراهشان یگان نفر نبود یا پیامبرانی که همراهشان 1 نفر و 2 نفر و 3 نفر بودند برای ما و شما همچون نمونه، همچون پیشوا، همچون سرمشق هستند که امروز نگوییم که بعضی نفرها فقط شکایت از مردم میکنند یا میگوید که مردم گمراه شده‌اند، مردم نصیحت گوش نمیکنند، مردم امر معروف گوش نمیکنند، مردم فقط رقص و بازی را تماشا میکنند. برادر عزیز وقتی دعوت میکنی نتیجه از جانب الله سبحانه و تعالی است. ما و شما صدقاً با اخلاص در راه الله سبحانه و تعالی دعوت میکنیم و چند نفر پیرو میشود، چند نفر تابع میشود، این از جانب الله سبحانه و تعالی است. الله با حکمت خود چقدر نفر را خواهد هدایت میکند و چقدر نفر را خواهد گمراه میکند. و ما در امتان سابقه دیدیم، امتان گذشته دیدیم که حتی در قرآن هم الله سبحانه و تعالی در بسیاری آیات ها میگوید که ولا تجد اکثرهم الا الفاسقین، و اکثریت مردم فاسق هستند و گمراه هستند. و در یک طرف در یک گوشه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مردم بسیار را دیدم، گمان کردم که آنها امتان من هستند، ولی گفته شد که برایم آنها امتان پیروان موسی علیه السلام هستند. پس برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شد که انظر الی الافق، بر وی افق، بر وی طرف نگاه کن. دیدم که مردم زیاد. باز گفته شد که بر طرف دیگر نگاه کن. به طرف دیگر هم نگاه کردم که در آن طرف هم مردم خیلی زیاد. و الله سبحانه و تعالی برایشان گفت که اینها امتان تو هستند. یعنی امتان پیامبر صلی الله علیه و سلم از تمام امتان گذشته بیشتر هستند. خداوند برایشان گفت که همراه آنها 70,000 نفر به حساب و کتاب داخل جنت می شوند. این سخن را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و به منزل خود در آمدند. صحابه ها بعد شنیدن این سخن تعجب کردند و بحث کردند که این 70,000 نفری که به حساب و کتاب داخل جنت میشن کی باشند؟ بعضی آنها گفتند که آنها نفرهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدند و به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند
و بین آنها کمی بحث شد و بعضی آنها گفتند که آنها نفرهایی هستند که مؤمن و مسلمان به دنیا آمده اند و شرک نآورده به الله یگانه از این دنیا گذشته اند. اینها هستند. و در این لحظه بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمدند و بحث آنها را دیدند و گفتند شما در کدام موضوع بحث میکنید؟ صحابه ها گفتند همون 70,000 نفری که شما گفتید به حساب و کتاب داخل جنت میشوند، ما درباره آنها بحث داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آیا میدانید که هستند آنها؟ خوشا به حال آن 70,000 نفر. صفاتهای آنها را پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردند. گوش کنید. 4 صفت را بر آنها ذکر کردند. گفتند هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اولین صفت آنهایی که رقیه نمی کنند و آنهایی که از دیگران طلب رقیه نمی کنند. حاضر شرح می دهیم. و آنهایی که بدفعلی نمی کنند و آنهایی که به الله یگانه توکل می کنند. خب آنهایی که رقیه نمی کنند در معنایش علماها یک چند فکرها و رأیها ذکر کردند در شرح این حدیث. آنهایی که رقیه نمی کنند بعضی ها گفتند رقیه کردن مکروه است. بعضی از علما گفتند که رقیه کردن مکروه است و بعضی از اهل علم گفتند که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم آنهایی که رقیه نمی کنند همانها را در نظر داشتند که رقیه هایی که پیش از اسلام بود، هر خیل طلسم ها، هر خیل سخن هایی که نامفهوم است یا دعاهایی که در آن شرک است آن را نمی کنند. و بعضی از اهل علم گفتند که آنهایی که بهوده و بیهوده بیمار نشده و به چشم گرفتار نشده و به هر خیلی بیماری ها گرفتار نشده، بهوده و بیهوده چیکار میکنند؟ در رو رقیه طلب میکنند. و تصور کنید وقتی این حدیث را خواندم به یادم یک چیز آمد که امروزها ما مشاهده میکنیم که در اینترنت بسیار رقیه خوانها زیاد شده اند. یا نفرهایی رو میبینی که در اگر یگان چی رو احساس کند میگوید که به من جن در آمده است یا همچون یک بیماری وسواس شده مانده است. یا نفرهایی رو میبینی که اسلام رو یک به شکل بیزیب نشان داده گویا اسلام همین است. یک نفرها رو خوانده و گویا رقیه کرده ایستاده اند. آن چیزی که میخوانند معناش رو نمیفهمند، همون رو ثبت میکنند و در اینترنت میگذارند. گویا آنها جنخوان هستند و غیره ها. ببینید یا آنهایی که امروز ملاها را در آینه های نیلگون همچون جادوگر و همچون نمیدونم کیمچه ها معرفی میکنند. این است اسلام، این است دین اسلام و این است تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم که مؤمنهای حقیقی آنهایی هستند که بهوده و بیهوده به هر کارها دست نمیزنند یا برای خود تومار و طلسم و دیگر کارها را روا نمیبینند و نمیکنند. از این چیزها، از این کارهای شرکی و از این چیزهایی که بغیر از الله حق سبحانه و تعالی یاری طلب کردن و شفا طلب کردن، از این چیزها بیزاری میجویند. ولا یتطیرون و آنهایی که بدفعلی نمی کنند. بدفعلی نمی کنند به معنای اینکه در دوران جاهلیت مردم جاهل چیکار میکردند؟ مردم جاهل اگر سفر کردنی خواهند پرنده رو میگرفتند و بر هوا میپراندند. اگر به طرف راست پرد میگفتند که سفری باقرار میشود و اگر به طرف چپ پرد میگفتند که سفر نابرار است و این سفر خوب نیست. یا وقتی بوم را میدیدند یا پرنده زاغ را میدیدند فال بد میکردند و میگفتند اگر کسی که به بامش زاغ آمده نشیند و قرقر کند میگفتند که این فال بد است و این خانه بد است میگفتند. و امروزها هم میبینیم که چقدر انسانها از گربه و پیشک و از زاغ و از بوم و از این چیزها فال بد میکنند. گویا آنها ضرر رسانیده میتوانسته باشند. یا نفرهایی هست که امروز بدفعلی نو پیدا شده است. آنهایی که طالع نامه را میخوانند یا با زبان روسی میگویند که گرسکاپ، هر سحر میخیزد گرسکاپ را بخواند
و میگوید که امروز روزی خوش است برای تو یا میگوید که امروز روزی بد است و احتیاط شو. پیامبر صلی الله علیه و سلم صفت آنها را چی گفتند؟ آنهایی که بدفالی نمیکنند. و در آخر گفتند و علی ربهم یتوکلون، و آنها همون 70,000 نفری که به حساب کتاب داخل جنت میشوند به پروردگار توکل میکنند. و اون سه صفتی که پیش از همین ذکر شد دلالت میکند بر قوت ایمان آنها و توکل کردن به ذات پاک الله یگانه. بعد شنیدن این صفت ها یکی از صحابگان با نام عکاشه رضی الله عنه برخاست از جایش و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله دعا کنید که از جمله آن 70,000 نفر گردانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش دعا کردند و گفتند انت منهم، تو از جمله آنها هستی. و یک صحابه دیگر برخاست و گفت یا رسول الله دعا کنید که من هم از جمله آنها باشم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند سبقک بها عکاشه رضی الله عنه تو را سبقت کرد گفتند. و این حدیث را امام بخاری و امام مسلم رضی الله عنه روایت کردند. خوب صحبت ما به فکرم گمان میکنم که طولانی شد ولی بسیار مهم بود و بیایید در آخر یک چند دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم را برایتان ذکر میکنم و ان شاء الله در اکران برایتان میبراید که ما و شما را به توکل کردن به الله یگانه ان شاء الله کمک خواهد کرد که این دعاها از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی از خانه میبرآمدند میگفتند بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. یا در روایت دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند بسم الله توکلت علی الله اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. و در آخر همین روایت ها پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که وقتی از خانه برآمدنش این دعا را میگوید، یعنی به نام الله و توکل کردن به الله و این دعایی که ذکر کردیم این دعاها را خوانده از خانه اش میبراید، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند برایش گفته میشود که لقد کفیت و وفیت و هدیت و تنحى عنک الشیطان. الله سبحانه و تعالی برایت کفایه کننده است و هدایت شده هستی و تنحى عنک الشیطان و شیطان همیشه از تو دور کرده می شود. ببینید یک دعای کوتاه ولی فایده اش خیلی بزرگ است و الله سبحانه و تعالی را دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی همیشه ما و شما را بندگانی گرداند که همیشه به ذات پاک الله سبحانه و تعالی توکل کننده و بندگانی که به جز الله سبحانه و تعالی از کسی نمی ترسند و همیشه به ذات پاک الله سبحانه و تعالی توکل میکنند و همیشه با این دعاهای سنتی، دعاهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است، آنها را دعا کرده به ذات پاک الله حق سبحانه و تعالی توکل میکنند. از جمله چنین بندگان بگرداند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.